سرشیر سکه سکه. سرشیر سرکه سرشیر سرکه سک. 6 تا سوسک شاد و سرخوش تو شیشه سر میخوردن. 6 تا سوسک سرخوش میخوردن. چرا باخ می‌نویسی؟ بابا می‌نویسی چرا باخ می‌نویسی؟ سلام دوستای عزیز. چالش دارین. چی چالشه؟ چالش زبان شکنک. امیدوارم که خوش شما بیاید. دوستان عزیز امروز بیامدن که فقط انتقام دیروزی رو بگیرم. ویدیویی که دیروز درست کردم داخل یوتیوب هست. اینجا یا اونجا میذارم، میتونید از اونجا نگاه کنید. بعد به خاطر اون گفتم یک ویدیو دیگه درست کنیم که انتقام رو بگیرم. ان شاء الله که انتقام میگیرم. درازی شده یک استوری دیگه بذاره. یک استوری خیلی قشنگ در نظر دارم. مثل این استوری که درست کرده بودی از اون استوری نیه. به آرزوی موفقیت. خب حالا شروع میکنی درسته؟ نه. چون ویدیو دیروز رو من شروع کرده بودم. بازنده ها مقدم من میتونی شروع کنی. خیر باشه شروع کن، مشکل نداره. این دفعه باز میبازی انشالله. این کله. زود بیا زود بخر زود بیا. 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 خب. شیخ شمسعلی در شمس‌آباد. 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 آقا جو به خدا یواش خوندی. به خدا یواش نمیگم. نه درسته دیگه یواش نیست. آقا جان من بیشتر از این نمیتونم که تندتر از این اصلا امکان نداره. امکان داره. نداره. به خاطر چی میگن زبان شکنک؟ به خاطر اینکه زود باید فکر کردی خودت خیلی مثل فلفل گفتی همینجوری عادی اصلا نمیکشه از بیشتر. نمیکشه زور میگی. اون فقط به طرف توضیح میدی که نه اتفاقا درست بود. درست خیلی هم درست. اونطوری باشه نمیشه به خدا. میشه اشتباه که نگفتم. اشتباه نگفتم. مهم اینه بینش باید اشتباه گفتم شما باز جرزنی میکنه. این کلا جرزن آقا جان. هیچ رفتی نداره. یاد شما باشه به هر حرف خدا یک نفر دوست شده این حواس شما باشه. حقیقت میگم به خاطر اون من جرزن میشه. حقیقت دارم میگم درسته؟ بله. نه. چای داغ دایی چاقه. چای داغ چای دایی چاقه. چای داغ چای دایی چاقه. چای داغ دایی چاقه. اشتباه گفتی از اولش. دایی چاقه چای داغه. چای داغ دایی چاقه بعد گفتی چای داغ دایی چاقه. اینطوری گفتی. باختی. نه به قرآن باختی. باش اونطوری اگه یک کوچیک خطا انجام بدی من قبول مثل فقط اون یکی دو دفعه چای داغ گفتم درسته؟ دو دفعه نه 4 دفعه 2 دفعه گفتی چای داغ دفعه اول این بود نگاه چای داغ دایی چاقه چای داغ چون برعکس خوندم. بله دومی رو اشتباه خوندم. خب خیره اینا با تاجر جان تو چه تجارتی میکنی؟ تو را چه تجارتی میکنه؟ تاجر تو چه تجارتی میکنی؟ تو را چه که من چه تجارتی میکنم؟ تاجر تو چه تجارتی میکنی؟ تو را چه که چه تجارتی میکنم؟ تاجر تو چه تجارتی میکنی؟ تو را چه که چه تجارتی میکنم؟ تاجر تو چه تجارتی میکنی؟ تو را چه که چه تجارتی میکنم؟ تاجر تو چه تجارتی میکنی؟ تو را چه که با خدا قبول ندارم. چرا اشتباه نگفتم؟ اینطوری آقا به قرآن بیشتر از این نفسم نمیکشه من تندتر از این آجی ببین خودت میتونی بیشتر از منم یواشتر میگم. یواشتر نیست. تاجر تو چه تجارتی میکنی؟ تو را چه تجارتی میکنه؟ تاجر تو چه تجارتی میکنی؟ تو را چه تجارتی میکنم؟ تاجر تو چه تجارتی میکنی؟ تو را چه تجارتی میکنم؟ تاجر تو چه تجارتی میکنی؟ تو را چه تجارتی میکنم؟ تاجر تو چه خلاص شد وقت اینو قبول دارم. آره اون خیلی دراز بوده تازه بازم یواش خوندی. سرشیر سرکه سکه. سرشیر سرکه سکه اصلا ولش کن آقا اصلا فراموش کن. نه یه باخت این خیلی مزاره بود. این چی بود کلا؟ سرشیر سکه سرکه سب از اول شروع میکنه نیه ادامه برو لوز. 3 دوست رفتن به باز دزدی. یه دزدید یه دو باز دزدید. 3 باز رفتن به باز دزدی. یه باز دزدید یه باز دو دزدید. 3 دوست رفتن به باز دزدی. دو
اینجا قوریه گل قرمزی غوری 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 گل قرمزی آخر 6 تاشه مثل این چیزا مثل این مرغ هستن چیه مرغای چی هستن مرغای کلنگی خب بگو بپرس سه سیر سر شیر سه شیشه شیر سه سر شیر سه شیشه شیر سه سر شیر سه شیشه شیر چند ده؟ سه تا دو تا آقا به خدا نشدم بگن آقا خود همین زبون خوبه اینقدر اشتباه داشته باشم لیره رو لوله لوله رو لیره لیره لوله لوله رو وقتی بالا سه تا لیره لوله لوله سه تا تو سه تا من 6 سیخ جگر سیخ 6000 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 5 تا 2 تامو بردم 3 تا باختم 3 تا باختی از این 5 تا 3 تا باختی 2 تاشو بردی منم 2 تاشو بردم 2 تاشو باختم خب مساوی شدیم دیگه خلاص مساوی شدیم خب همین جریان استراتژی پس نذار دیگه برو نه دیگه هیچ کدوم نذار امیدوارم دوستان از این ویدیو خوشتون اومده باشه حتما ویدیو را لایک کنید و در کانال اگر مشترک نیستید حتما مشترک شید و نظریاتتون را در بخش کامنت ها با ما شریک سازید دروغ میگه دروغ نمیگه راست میگه دروغ میگه چون یک استوری خیلی خوب در نظر داشتم نشد متاسفانه تا ویدیو بعدی خدا یار و مددگار شیخ شمسلی در شمسا شیخ شمسلی در زود زود نگه زود زود نه خیلی زود زود دیش میگفتی دند سرویس نکردم شیخ شمسلی در شمسا 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 حالا من همین درست بگفتم یعنی از این قشنگ‌تر گفتم درست خوندی چون اونجا تلفظ کردی یک سر سرشیر سکه سرکه سرشیر سرکس سرشیر سرکه سک این گلان نفهمیدم به خدا اول یک استوری دیگه ایمشو باید بذاره نه اون رقم نگاه من دوباره گفتم به قرآن خیلی جرزنی میکنه اون رقم نیست سرشیر سکه سرکه این برای من یاد میده سرشیر سکه سرکه سرشیر سکه سرکه سرشیر سکه الان باخت میشه نه باختی دیگه عزیز نه چقدر پروه دفعه اول نتونسته بگه 10 دفعه تکرار کرده بازم میگه نه چرا باخت مینویسی بابا اینو نگو چرا باخت مینویسی واسه این خیلی پروه من باید کار نمیکنم آقا خیلی جرزنه دیشب هم جرزنی میکردم شبم تاجر تو چی تجارت میکنی تو را چی تجارت میکنه چی؟ خلاص باخته نه همچین چیزی نیه بیختی میگم چی؟ یک دفعه دیگه تکرار میکنم یک دفعه دیگه تکرار میکنم چی داشت اصلا داره اشتباه تلفظ میکنه اینا اشتباه هم نیه نگاه تاجر تو چی تجارت میکنی تو را چی تجارت میکنه تاجر تو چه تجارتی میکنی تو را چی که من آقا جی اینطوری فقط توضیح نده زود باید بخونیم باشه چرا باشه زود مثل که من گفته بودم تاجر تو چه تجارتی میکنی تو چی که من چه تجارتی میکنم تاجر تو چه آقا دیدی نخن آقا جان نمیگی تو به زبون کجایی اون الان به من توضیح اون داره به من اشاره میکنه من نمیفهمم میگه این داره چی میگه تو چی چرا میکنه همین رقمی که وقتی نمیتونی بخوری نه اینجوری نیست اول باید خودت درست به من تلفظ کنی اینجوری نیست اول باید خودت قشنگ تلفظ کنی باخت نشته کن نه اصلا حساب نیه اصلا چی گفتی خودت آقا جون نگاه تاجر تو چی تجارت میکنی تو را چی تجارت میکنه دیدی چی شد تو را چیه تو داری تلفظت اشتباه اصلا میگه به تو چه تجارتی میکنم تو اشتباه نمیخواه از مغز خودت اینجا تلفظی بکشی بگی چون این هر چی که هست همونه باید تلفظ کنی درسته یا نه اینه
چی بود اون یکی دیگه؟ سرکه مچم چیکار